در 3 روز آخر دست کم 2 بار سیل و یخ چندین خانه و انشاءات شهر و نواحی ولایت سوغد را ویران کرد. طبق عکس و نوارهای کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرهای مقامات رسمی، آفت طبیعی اساساً در ناحیه‌های عینی و دیوشتیش و شهر پنجکن به قید گرفته شدند. طبق معلومات پیشکی روز 11 ایول در ناحیه عینی سیل از ناو سرخی، سای کشک و سای جری دهه کزدان فرآمده به دهه‌های درغ و کزدان جماعت شمتوج وارد شده است. در نتیجه راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد، خط‌های آب آشامیدنی و پالزی، راه‌های ساحل دریا، جویبارها، باغ‌ها و کشت زراعت‌های کشاورزی ضرر دیدند. همچنین 11 ماشین سبکرو، 1 ماشین بارکش تمغه کمز گرد و اطراف مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 دهه کزدان، بیمارخانه منطقوی دهه درغ، مغازه‌های خوراکواری دهه‌های درغ و کزدان و دیگر مال و ملک شهروندان از سیل آسیب دیدند. تا این لحظه معلومات رسمی عاید فوت آدمان و یا ضرر به سلامتی انسانها نشر نشده است. پایگاه‌های مربوط به حکومت ناحیه عینی نوشتند که برای برطرف کردن پیامدهای آفت طبیعی ستاد تشکیل شده چندی از مقامداران و صاحبکاران محلی به مکان حادثه رفتند، ولی تا این لحظه آمار دقیق خسارات از جانب ساختارهای مربوطه رسانه‌ای نشده است. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نوارها وابسته به درخواست کمک از جانب کاربران و بلاگران راه اندازی شده است. اینچنین در این روزها به چندین دهه‌های جماعت شینگ شهر پنجکن نیز سیل و یرج فرآمده زیان جدی رسانده است. مقامات محلی در خبرنامه نوشتند از نظرگذرانی پیشکی معلوم نمود که از آفت طبیعی 48 منزل و انشاءات یاری رسان، 2 پل، 5 سیمچوب و 500 متر ناقل برق، 1300 متر راه زیان دیده، 1 نقلیات سبکرو کار ناشایان گشته است. حالا با جلب 3 عدد تکنیکای مهندسی و جلب اهالی، کارها جهت برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی آغاز شده، تازه کردن راه و مجرای دریای شینگ و ساحل بندی، برقرار نمودن خط برق و دیگر کارها ادامه دارد. همچنین چند دهه ناحیه دیوشتیش نیز آسیب دیدند، ولی فعلا درباره اندازه آن معلومات در دست نیست. سال روان بر اثر بارش زیاد بیدادگری‌های سیل و یرج و آبخیزی‌ها بیشتر مشاهده می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوغد.